بریم که ساده ترین روش برش دامن مدل ماهی رو بهت آموزش بدم. 1 متر و 20 الی 1 متر و نیم پارچه میخوای با توجه به سایز و قد دامنت. پارچت رو ترکی تا کن. از قسمت دولای بسته 1/4 دور کمر به اضافه 2 سانت جای دوخت رو علامت بزن. 22 سانت بیا پایین. 1/4 دور باستن به اضافه 2 سانت جای دوخت رو علامت بزن. از خط باستن 25 الی 30 سانت بیا پایین. دوباره 1/4 دور باستن به اضافه 2 سانت جای دوخت رو علامت بزن. از این خط صافت 1.5 الی 2 سانت بیا داخل به خط باسن به صورت کج وصلش کن. حالا از این خط تا قد دامنت رو با یه خط صاف مشخص کن. از پهلوها به اندازه 10 الی 15 سانت عوضمان بده و به خط 2 سانتی که اومدی داخل به صورت کج وصلش کن. حالا یه نکته‌ای داره، اینه که باید کنترل کنی که گوشه های دامنت از جلوی کار بلندتر نشده باشه. به این صورت بیا از این خط اندازه بگی 50 سانت. اینجا هم سر 50 سانت علامت بزن و به صورت هلال به این قسمت وصلش کن و این گوشه ها دور ریز میشه. همین کار رو قسمت پشتت انجام بده، با این تفاوت که از لب ترکی اول یه 2 سانت میای داخل، یه خط صاف تا پایین کار میکشی که بشه جای زیپت. بعد تمام اندازه ها رو دوباره رو قسمت پشت علامت بزن. حالا دامنتو ببر، درزا رو به هم دیگه بدوز، زیپتو بدوز و کمر دامنت هم بهش وصل کن. دامن مدل ماهیت آماده است.